صبح دیروز در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اصفهان با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان ستاریان مطلوب خان امانزاده و معاون اول رئیس ولایت سوغد خال حیدر مجلس فعالان شهر اصفهان برگزار گردید. در ابتدا معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان ستاریان مطلوب خان امانزاده حاضرین را با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید بنابر به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس شهر اصفهان آزاد نمودن سلیمانزاده اکرم رحیم و اجرا کننده همین وظیفه تعیین شدن بهادرزاده بهاودین بهادر شناس و به سابق رئیس شهر برای فعالیت پرثمرش عرض سپاس کرد. در نوبت خود سلیمانزاده اکرم رحیم به مردم و فعالان شهر و دهات اصفهان برای مهنت یکجایی پرمحصول و به رهبران دولت و ولایت برای دستگیریشان منتداری اظهار نمود. از نام ساکنان و فعالان شهر رئیس شورای سابقه‌داران شهر صادرخان قاسمی و مدیر شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی محیب خان یعقوبی به سخن برآمده برای فعالیت پرمحصول به سلیمانزاده اکرم رحیم منتداری و به رئیس تازه تعیین بهادرزاده بهاودین بهادر در اجرای وظیفه‌های خدمتی برای کامیابی‌ها تمنا نمودند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اصفهان بهادرزاده بهاودین بهادر برای باوری کلان پیشوای ملت عرض تشکر گفته ذکر نمود که او در فعالیت من بعد مهنتیش به حیث رئیس شهر اصفهان تمام دانش و ملکه و مهارت و تجربه خود را در تکیه با خلق شریف آن برای آبادانی و شکوفایی این دیار خوشمنظره و شهرتمند روانه ساخته سزاوار باوری هم مردم و هم رهبریت جمهوری خواهد گشت. بهاودین بهادرزاده 10 فوریه سال 1976 تولد شده است. ملتش تاجیک، معلوماتش عالی. سال 1999 دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. بهاودین بهادرزاده فعالیت مهنتیش را سال 1999 با حیث متخصص ریاست عدلیه ولایت سوغد آغاز نموده. سپس در سالهای گوناگون در وظیفه‌های مشورتچی ریاست عدلیه ولایت سوغد، مشورتچی کلان ریاست عدلیه ولایت سوغد، معاون سردار ریاست عدلیه ولایت سوغد و نتاریوس دولتی اداره نتاریالی دولتی ناحیه جبار رسولوف کار کرده است. از سال 2013 تا 14 فوریه سال 2019 در وظیفه سردار ریاست عدلیه ولایت سوغد فعالیت داشت. با قرار رئیس ولایت سوغد از 14 فوریه سال 2019 معاون رئیس ولایت تعیین گردیده است. 24 نوامبر سال 2020 با فرمان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به مسند اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اصفهان تعیین شد.